یعنی هر دفعه میگم علی بدتر از این نمیتونه باشه، ولی هر قسمت منو شگفت زده میکنه. واقعا چرا ادای زهرا رو در آورد؟ چرا زهرا رو لایه کرد؟ ما که اصلا ندیدیم اینجا رو اصلا نشون نداد. کات کرده بود که زهرا گفتش که من جلو دوربین گریه نمیکنم و نمیخوام مثلا راجبش حرف بزنم. فقط چرا که گفتش که ترجیح میدم تا ویدیوش نیومده راجبش حرف نزنم. چرا علی زایش میکنه؟ یعنی علی دوست هیچ کسی نمیتونه باشه. صبح باهات خوبه، خیلی اوکی، کلی ازت تعریف میکنه، بعد شبش همون آدم آبروتو میبره و جلو همه زایت میکنه و حرفای خصوصی که به زدی جلو همه میگه. اوایل برنامه فکر میکردم که منفورترین شخص توی برنامه امیر حسینه، ولی الان که قسمت 25 متوجه شدم که منفورترین شخص توی برنامه علیه. باور کن اگر بگم به خاطر علی دیگه نمیخوام این برنامه رو ببینم و رو مخمه، دروغ نگفتم. نظر شما چیه؟ لطفا برام کامنت کنید.